امروز ما و شما در یک میدان بسیار بزرگی جنگی قرار داریم. واقعا این هم میدان اطلاعاتی هم یک میدان است، میدانی است که در مقابل دشمن آزاد آشکار مبارزه میبریم. طرف هم با تهمت‌های بر دروغ، با برنامه‌های ساخته یک چرت و پرت‌های میگه. با طور مثال دوستان چند پیش نمیدونم با نام کدام یک فیک، خب از نام بنده یعنی که نام مرا استفاده میبره و یک چند مقاله های بر دروغ می نویسه که خب در یک از نقطه ها میگه که خب بیروز سقایزاده خبرنگاری برنامه به نام صدای مردم که اعضای گروه 24 یا گروه تروریستی و اکستریمیستی ذکر شده است در برنامه های خود راجع به مورد نبودن برق در تاجیکستان حرف میزند و ایسا ایسا پایان میبیو مردم به فهماندن، یعنی که گویا که در تاجیکستان مردم به صرفه‌کارانه استفاده قوه برق در سالهای قبلی بود. مردم ما اکونومیستن، مردم ما خوب نگاه میکنن، باید مردم ما باز هم ادامت یعنی بگذار در خانه مردم برق نباشد، بگذار صلح و ثبات و فلان و بهمدان باشد. ای مردم، من در تمام صحبتام از همون خطی که کشیده است که یک انسانی میگن از او بیرون نمیشم و هر چیزی که میگم، هر حرفی که میزنم از رسانه ها، از اخبارها و آن چیزی که در داخل تاجیکستان رخ میدهد از او حرف میزنم. ولی بدبختانه تا امروز حکومت فعلی رحمانوف با فکرهای جوابش و با یک توده اوباشانی که در گرد اطراف جمع شدن یک منبری درست پیدا نکردن، یک مسئولی درست در بالای همون فکرها نگذاشتن که یک کنترل و نظارت خوب بکنن. من بارها برای اینها پیغام میرسانم که ای بکرخوجه ها، ای تنبلا، ای بسواد ها، اگر میخواین در مقابل این مبارزین شما یک گروه قوی، یک تیم درست آماده کنید، باز هم میگم با شخصان فرهنگی آماده بکنین. با یک توده اوباش، با یک توده دز، با یک توده مینوش و بیناموس نمیتوان مبارزه برد. اونها در همه حالت شما رو شرمنده میکنن، در همه حالت ضعیفن، ناتوانن دیگه. مدام که شما اگر دعوای از اون یکنه که حکومت رحمانوف یک حکومت بسیار حرفه‌ای، بسیار یک سیاستمداری عاقل است، پس نداره یک تیمی درست آماده شده، نداره یک 10 15 20 نفری درستی که عقل سالم داشته باشه. اگر رحمانوف در طول 30 سال یک چنین گروهی مخصوصی نداره، فرقی نداره چی در دستگاه اجراییه، چی در دستگاه مرکز تحقیقات نظم استراتژی است، چی در کمیته امنیت است، در همه حالت باید پسیکولوگ باشن، اونها باید یک کادر باشن، یک متخصص باشن. چون این یک افراد شما ندارین و اینکه دارین اون طبقه میدونه که شما دروغ هستین، یک سیاست پست است، یک سیاست کثیف از یک گروه مافیایی بالای کشور اومدگی است. خودشون غم هم نمیتونن، ناراحت هم نمیکنن. همین دو تا مثال است. سوم واریانت شدن نمیتونن، در حالی که شما دعوای درست بودن دارین، عاقل بودن بودین، سالم شدن دارین. او حرفایی که میزنین اصلا به گوش انسان یک اشوله از یک انسان به یک خیال‌های دیگه میبره وقتی گوش میکنه که شما را. اگر واقعا حرفای شما درست است، از رحمانوف شما یک افلاطون میتروشین یا یک نفر میتروشین که شاید در سیاست دنیا چون یک نفر نیست. واقعا هم اگر عنوان‌های رحمانوف، قهرمانی‌های او را که میگن قهرمان است، چند کراته چمپیون است، این اون ذکرش میگن، در دنیا با چنین اصول، با چنین نام کسی نیست. واقعا نیست. چه از لحاظ فرهنگی یعنی رقص و بازی، چه از لحاظ سیاستش که اصلا سیاست نداره، چه از لحاظ جابجا کنی کادرها، چه از لحاظ سین و سال، چه از لحاظ سال دولتداری، ساخت دولتداریش و سالی که دست بالای کرسی نشسته، هیچ کس قریب کی نیست در دنیا. شاید یک چند تا عمود کادرهای سابق زمان شوروی در دیگر کشورها هم باشن، این هم باشه کشورهای دیکتاتوری. دیگر در دیگر دنیا چیز نیست. و کسایی هم که باشن خب به یک مدت کوتاه 4 5 بالاخره 7 10 سال وابسته با ساخت دولتاری هم کشور میان میرن. ولی شما دعواتون دیگر جا است. و همون خاطر این نفر خیلی قصه کرده است و آورده است و باز هم بدخواه ملت و شما نمیخوام. من از این نام این مردم میگم تاجیکستان قوه برق نداره. در چیله زمستان یک کودکی نو تولد شده، یک موسفید پیری مریض، یک مادر بیمار، یک زنی حامله، یک کودک معیوب، یک کودک کور، یک کودک شل، یک کودک کسر دل، کسر روحی، آنها چگونه باید زندگی کنند؟ بحث من سر این است.
بحث من سر این است که خب در شهرها میگه خویبر در دهات میکشن، فرق بین یک فرد دهات از فرد شهر در چی باید باشه؟ در کدام گوشه کانستیتوسیا قانون اساسی کشور چیز ذکر شده است که شهروندی که در مرکز، در شهر دوشنبه، در شهر کلوب، در شهر وحدت، در حصار، در مرکز زندگی میکنه، آنها حق قانونیشون زیادتر از آن افرادی است که در دهات و در کوسار زندگی. در کجای ذکر شده است؟ نه ذکر نشده است. ما ایرا میگم که مردم عادی دهات، مردمی که در قشلاق جایها در تای کوه زندگی میکنند، نه راهی درست دارند، نه مکتبی درست دارند، نه مدرسه درست دارند، نه بیمارخانه درست دارند، نه باغچه کودکانی درست دارند، هیچ چیزی ندارند، نه مغازه است، چیزی ندارند. من از اون طبقه دفاع میکنم که میگم این مردم دهات، این مردم کوهستان، این کسی که صدای مرا میشنوی، اون حقی را که فرزندی رحمانوف، فرزند یتیم و دیگر وزیران و کبیران و صغیران و نوکران و چوکرانی که دارند، تو هم همون حق داری. تو بگذار در بهترین لنکلوزر بگرد، مرحمت که بیا طلب کن. وقتی که نویره رحمانوف اسماعیل است که وقتی که او را میبینه که با لنکلوزر میگرده، با مرسدس پسندی مدل میگرده، با اسب که قیمتش 150 200 هزار دلار میسته میگرده، چرا تو حق نداشته باشی؟ چرا یک فرزندی مهاجر برود در سرترین منطقه روسیه کار بکنه؟ فرزند و یا که دامادها و نوره های این اولاد و این اوباش، این طبقه در جنایت های بزرگ از جمله قبیل بزکشی از دیگر نقطه ها. این دردم هم میگم. شما میبرین 4 خلای اسخول از کدام گور و بیابان با نامهای فکری مینویسین که خب فلان و بیمدان. این بود یک نقطه که من با سهم شما یک طبقه بخیرده رسوندم.